سلام بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی. خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومن احمدی تقدیم شما میکنم. امروز 26 ایون است. نگاه به چند موضوع برنامه. آشوبی گروه زرخریدان واگنر در روسیه جهان را حیرت زده کرد. در تاجیکستان در این باره چی میگویند؟ شورش نظامی برای آن پدید آمد که ناراضگی پیدا شد، به هم جمع آمد. مهاجران تاجیک و قرغیز در ایرکوتسک زنازنی کردند. چند نفر مجروح و بیش از 30 نفر بازداشت شده است. با ارماتور زد. دهشت. آمادگی به عید قربان و انجام مراسم قربانی در تاجیکستان. نگاه به نرخ گوسفند و شتر و گاو در بازار چاروا. برای قربانی میگیریم ما همین مردم برای قربانی هوس کرده آماده گرفته سر. در تاجیکستان صحبت‌ها در اینجا و آنجا درباره آشوبی گروه واگنر ادامه دارد که مخالفت‌ها در داخل حکومت و نظامیان روسیه را نشان داد. از بس که خانواده‌های زیادی تاجیک در روسیه یک یا دو مهاجر دارند، توجه به این تحولات ناخوشایند برای مسکو زیاد است. برای یوسفی گزارش می‌دهد. آشوبی مسلحانه یوگنی پریگوژین از خبرهای کمی بود که دقت مردم تاجیکستان را به خود کشید. اکثر تحلیلگران بر اینند که آن به آینده روسیه تأثیر عمیق و درازمدت دارد. نشانه از آن است که در این شکل که هست امپرای امروزی روسیه دیگر وجود داشته نمیتواند و حتما الکی پیر شد، الکی پایه‌هاش ضعف شدن، الکی پایه‌هاش پوسیدن و اون باید که عوض شود. ولی به گفته پرویز ملاجانوف این اسیان وضع جنگ در اوکراین و مخالفت‌های شدید میان نظامیان روسیه را آشکار کرد. شورش نظامی برای آن پدید آمد که ناراضگی پیدا شد، به هم جمع آمد. به طور آهسته در دامی همون یک سال گذشته که جنگ رفته بود، ناراضگی در میان نظامیان، ناراضگی برای آنکه جنگ خیلی دراز کشید، یعنی وعده بودن که در دوام 2-3 روز کیو گیرند نشد، بعد تلفات خیلی زیاد است. ملاجانوف می‌افزاید هرچند شورش با میانروی رئیس جمهور بلاروس در نیمه راه ماند، مشکلاتی که آن پیش آورد حل نشده است. این عقیده هم جای دارد که به واسطه آشوب ارتش زرخریدان واگنر وارد بلاروس شد و ممکن است از آنجا به اوکراین حمله کند. اما سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان پارلمان و رهبر حزب دموکرات تاجیکستان بر این است که در بلاروس نیروهای واگنر به آن مقدار نیست که تواند به منطقه‌های نزد مرزی اوکراین حمله آورد. و به قدم کوه می‌دراید. 50-100 هزار هم که باشد و راکت زمینی گوشتانوف که ندارد. سپوتنیک نبلودن سپروازدن آرم را ندارد و نمیتوند دیگر مثلا راکت‌های دورپروازی و دیگر داشته باشد و هیچ کار کردن نمیتوند و خیلی طالبان در میدان نمیشن میکشن در کار باشد. نیروهای واگنر که پیشتر از طرف روسیه در اوکراین می جنگیدند، شب 23 ایون راستاوی لبیدون روسیه را اشغال کرده و طرف مسکو روان شدند. یوگنی پریگوژین رهبر واگنر گفت هدفش برکنار کردن فرماندهان آلوده و فساد ارتش روسیه است. مقامات روسیه از جمله رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اقدام مدیر و زرخریدان واگنر را آشوب مسلحانه و خیانت ارزیابی کردند. با میانروی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، پریگوژین از حمله به مسکو دست کشید و کرملین نیز از گناهش گذشت. و در امریکا مقامات رسمی و تحلیلگران نظر خود را درباره آشوب بیان می‌کنند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت آشوب پریگوژین علامتی از رخنه و تفرقه در حکومت روسیه است. گزارشی صدای امریکا را در این باره همکارم شهلای گلخوجه تقدیم می‌کند. якшанбе ороми пойтахти русия баъд аз ошуби зархаридони вагнер бо раҳбарии евгений пригожин ва ҳаракати онҳо ба сӯи москав халалдор гардид. маълум нест ошуби мусаллаҳона ки бо миёнҷигарии беларус рафт шуд барои ҳукмронии раиси ҷумҳур владимир путин чӣ таъсир хоҳад дошт.
пригожин ҳарчи бештар аз шеваи бархурди низомиёни рус дар ҷанги украина интиқод мекард. Энтони Блинкен, вазири умури хориҷии амрико, дар суҳбат ба хабаргузории ABC гуфт: واضح‌تر می‌شود که این جنگ و تجاوز روسیه بر اساس بهانه‌های بر دروغ صورت گرفته است. حالا این بیش از پیش واضح‌تر می‌شود و از به چه آورده می‌رساند ما نمی‌دانیم. блинкен афзуд ки пуштибонӣ аз нирӯҳои украина ҳамчунон дар маркази таваҷҷӯҳи амрико хоҳад буд. تا حدی که روس‌ها پراکنده و تقسیم می‌شوند، کوشش تجاوز آنها به اوکراین دشوارتر می‌گردد. از طرف دیگر البته وقتی در یک کشور بزرگ به مثل روسیه بی‌ثباتی دارد، این مایه نگرانی است. коршинос марина мирон мегӯяд, путин розӣ шуд аз таъқиби ошӯбгарони вагнер даст бикашад то тавонад аз латма ёфтани нуфузаш ҷилавгирӣ намояд. кор то ба хунрезии калон накашид. яъне путин аниқ медонист ки кадом тугмаҳоро зер намояд ва ба ӯ муяссар шуд ки вазъиятро аз пушти парда ҳал кунад. ба ақидаи ричард даннат, генерали бознишаста, агар раҳбари вагнер воқеан ҳам дар беларус бошад, метавонад дар ҷанг бар зидди украина саҳм бигирад. дар ин бора ба Sky News собиқ сардори истоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи британия хабар дод. агар вай ба беларус ки ба Киев наздик аст рафтаву дар атрофи худ нерӯи пурсамари ҷангиро ҳифз карда бошад, пас ба Украина таҳдид мекунад. аз ин рӯ ричард даннат ба нирӯҳои украинӣ тавсия медиҳад ки ҳушёр бошанд. برنامه را با خبر از یک زنازنی مهاجران در روسیه دوام می‌دهیم. در یک کارخانه استخراج گاز طبیعی در ولایت ایرکوتسک روسیه مهاجران تاجیک و قرغیز میانی هم زنازنی کردند. مطبوعات محلی نوشته است که در این زنازنی 9 نفر جراحت برداشت. نمایندگان جمعیت تاجیکان در ایرکوتسک گفتند که از هر دو طرف بیش از 30 نفر را بازداشت کردند. میرزانبی خالقزاد تفصیلات بیشتر دارد. زنازنی مهاجران روز 23 ایون در نزد آشخانه عمومی صورت گرفته است. جنجال از آن آغاز شده است که یک گروه مهاجران تلاش بی‌نوبت به آشخانه درآمدن را کردند. طرف‌ها در ابتدا زود سازش کردند، اما پس از نصف روزی دوباره زنازنی آغاز شده است. در این وار دیده می شود که یک گروه مهاجران به جای خواب گروه دیگر رفتند. دیده می شود که محافظان آنجا قرار دارند ولی دخالت نمی کنند. با آرماتور زد. دهشت. یک نفر از هوش رفت. لباسی کبود. باز در سر زد. باز. نگاه کنید. با اون خوابگاه حمله کردند. مطبوعات محلی از زخمی شدن 9 نفر خبر داد. سامانه رسمی مقامات حفظ حقوق ایرکوتسک حادثه را شرح نداده است، ولی به نوشته مطبوعات مقامات تفتیشاتی پرونده باز کردند. طبق اطلاع پیشکی مناقشه زمینه معیشی دارد. مقامات فعلا شرکتداران زنازنی را روی خط می کنند. در یک صفحه تلگرام نوار بازداشت 24 مهاجر نشر شده است. در نوار دیده می شود که چطور کارمندان پلیس به مهاجران فرمانی در زمین خوابیدن را می دهند. در نوار دیگر این گروه مهاجران با امر کارمندان پلیس به سمت حرکت می کنند. نماینده جمعیت تاجیکان در ایرکوتسک خبر داد که سازمان دهندگان زنازنی فرار کردند. نمایندگان قرغیزستان حادثه را صرف معیشی نامیدند. سفارت تاجیکستان هنوز حادثه را شرح نداده است. آمار دقیق مجروحان و شرکتداران زنازنی از دو جانب هنوز پر دقیق نشده است. و برنامه را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. افراد اعتقادمند در تاجیکستان برای انجام مراسم قربانی آمادگی می‌گیرند. این مراسم را افرادی که توانایی دارند انجام می‌دهند و گوشت چاروای ذبح شده را
به مردمی کم بضاعت میدهند. برخی در خانه هایشان چاروا پرورش میکنند ولی اکثرا چاروا را از بازار میخرند. همکارانم سروناز روح الله و شهلای عبدالله به یکی از بازارهای چاروا فروشی کنار پایتخت رفتند و این گزارش را آماده نمودند. بازار چاروا در دره رامید قسمت شرقی دوشنبه. در استانه عید قربان چارواداران از گوشه‌های گوناگون کشور مال خود را به اینجا آوردند. بز و گوسفند، گاو و حتی شتر نیز برای خریداران پیشنهاد می شود. مثل دیگر کشورهای مسلمان نشین در تاجیکستان هم آنهایی که امکان مالی دارند در عید قربان چاروا ذبح می کنند. عید 28 ایون تجلیل می شود. به این خاطر در روزهای پیش از عید طلبات به چاروا یک بار زیاد می شود. چارواداران میگویند امسال نرخ نظر به سال گذشته چندان بالا نرفته است. واردات که بسیار شده نرخ ارزان ان شاء الله. سال گذشته کمتر خریدار زیاد بود، این سال کمتر بگیم کمتر خیلی میشه سازه. همین سال پول کمه یگان که حساب درآمد کمه یا واردات پول کمه. ارزش یک گوسفند قربانی در تاجیکستان از 1.5 تا 3.5 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. یک گاو وابسته به آنکه چقدر گوشت می‌دهد از 5 تا 20 هزار سومانی ارزش دارد. 1 کیلوی گوشت گاو حالا 60 سومانی نرخ دارد. نرخ بز نسبتاً ارزان تر است. این چارپایی که بهرام صابیروف خریداری کرده است 1400 سومانی ارزش دارد. او میگوید از شهر نورک به اینجا آمده است تا مالی را برای قربانی خریداری کند. چند مال گرفتیم 800 900 مانا 20 کیلو گوشت میکنه، خیلی خوب برای قربانی میگیریم ما هم. همین مردم برای قربانی هوس کرده اومده گرفته سر. قربانی از عادت‌هایی است که مسلمانان در روز عید قربان پس از انجام نماز اجرا میکنند. اکثر آنهایی که این مراسم را اجرا میکنند میگویند از روی اعتقاد و شرایط این سنت عید قربان را انجام میدهند، ولی برخی از روی سبقت و هوس هم این کار را میکنند. و نفرانی باید قربانی کنند که به اندازه مقدار نصاب زکات بگن، به اندازه مقدار نصاب زکات پسنداز داشته باشن یا که اشیا داشته باشن. نصاب زکات موافق قرار علما 35000 سومانی. به این اندازه اگر مبلغ نقد داشته باشه یا که پسنداز داشته باشه یا خانه‌های زیادی داشته باشه یا ماشین‌های زیادی داشته باشه، از حاجت اصلی اش اگر اون نفر قربانی میکنه، قربانی البته از روی اعتقاد میشه، از روی هوا و هوس نه. عید قربان یکی از دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روزی تعطیل است. در این روز ساکنان مسلمان تاجیکستان برای ادای نماز به مسجدها رفته، سپس آنهایی که توان دارند قربانی میکنند. قربانی کردن یا ذبح چاروا در روز عید قربان نه به همه ساکنان تاجیکستان که اکثرا از 800 تا 2000 سومانی معاش میگیرند دست میدهد. آنهایی که امکانی قربانی ندارند دسترخوان آراسته از همسایه‌ها و خویشان پذیرایی میکنند. بنابراین در استانه عید اکثر ساکنان به بازارها میروند تا محصولات مورد نیازی خود را بگیرند. در این شب روز شکایت ساکنان از گران شدن نرخ محصولات خوراکواری در بازار هم زیاد شنیده می شود. شکایتی که تقریبا در هر عید و جشن‌ها به گوش می رسد و تا حال راهی حل پیدا نکرده است. دادستانی کل تاجیکستان نسبت به حادثه ناپدید شدن شهرت اسمت‌اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک با گمان آدم ربایی پرونده جنایتی باز کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد کسانی که در آشکار نمودن عاملان ربودن معاون اول رئیس آریان بانک مساعدت میکنند $30,000 مکافات خواهند گرفت. با گفته مقامات شهرت اسمت‌اللهیف ساعت 8 شام 23 میون در کوچه زکریای روزی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت از جانب افراد نامعلوم ربوده شده است. شهرت اسمت‌اللهیف 49 ساله برادر دلشاد اسمت‌الله زاده از افراد نزدیک حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان می باشد. او سالها باز معاون اول رئیس آریان بانک بود و با گفته آگاهان عملا کار این بانک را او پیش می برد. سپاس که ما را همراهی نمودید. خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو هر ساعت و هر لحظه شما می توانید از سامانه رادیو آزادی و از صفحه های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ شما.